آلان کجاست؟ داری چی کار میکنی؟ کفشتو در بیار. اینجا چه غلطی میکنی مزاحم؟ اینجا آموزشگاه هنرهای رسمیه. مزاحم تنها نموش باشی. بشینین. اون مردی که تو اون عکسه الان کجاست؟ بابام، استادم. تو بابامو میشناختی؟ آره بابا تو میشناختم، متاسفانه از زمان جنگ. اسمت چیه؟ اسم من جیمز رایته. فرمانده پرواز بودم، نیروی هوایی سلطنتی. یه مدت با پدرت توی باتان بودم. بابام راجع بهت حرف میزد. کلی داستان از اون مرد غریبه‌ای تعریف کرده که فنون شرقی رو بلد بود. یه مبارز بزرگ، یه حرکت ممنوعه. ولی الان اومدی تو آموزشگاه من و باعث شرمندگی خانوادم شدی. تو دردسر و بی‌آبرویی آوردی. آماده؟ خب آقای رایت، منم برات دردسر درست میکنم. حمله! برین عقب. برای چی اومدی اینجا؟ شبه جزیره باتان، فیلیپین، آوریل 1942. جنگی نیروهای ژاپن مشغول به اتمام رساندن کمپین مرگ 3 ماهه‌شان هستند تا آخرین قلعه های باقی مانده در جنوب شرقی آسیا را تصاحب کنند.
تازه است. پایسین. حرکت. اطرافو بگردین. برین اون طرف. تکون نخور. حرکت نکن. همونجا وایستا. تکون نخور. محاصرش کنین. بندازش. گفتم بندازش. زانو بزن. زانو بزن. دستاشو ببندین. با خودمون میبریمش. اینجا وایسا.
اون طرف ها نگاه کن. فرمانده یه اسیر جدید گرفتیم. فرمانده از نیروی هوایی بریتانیا است. بریتانیا؟ تو تنها بازمانده ای؟ بدون بازمانده اعدامش کنی. برای قربان را بیافت. خیلی خوب، یکی دیگه. چقدر خوش میدی؟ زود باش. انقدر معطل نکن. را برو. بایستا. زانو بزن. گفتم زانو بزن. همه جنبه کردین. زود باشین. لعنتی. اونجاست. لعنتی. کندش بزنن. همه جنبه کردین. کجا رفت؟ راه برو. برو. برو دیگه. برو. برو. برو تو. فرمانده اسیر رو آوردم. کاپیتان اندو چرا هنوز زنده است؟ فرار کرده بود قربان.
ولی خب افتاد تو یکی از تله‌های جنگی. سرجو خیرانو برام بیار. متاسفانه نمیتونم قربان، امکانش نیست. چرا؟ هیرانو و افرادش زنده نیستن قربان. این بریتانیایی اونا رو کشت. فرمانده پرواز جیمز رایت، نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا. سرجوخ هیرانو برام مثل برادر بود. صمیمانه تسلیحات میگم. بسیار خوب، بخواب. فرمانده پرواز رایت، امروز تو برنده شدی، ولی فردا تو میمیری. ببرینش. بله قربان. بذارین همین الان کارشو تموم کنیم. نمیشه. فردا مبارزه میکنن. کل اردوگاه میبینن چطور بی‌آبرو میشه و بعد میمیره. بله قربان. راه برو. برو. برو دیگه. راه برو. فهمیدم. رندال جی پراینگر از لادینگتون میشیگان. بچه معمولا ریشو یا بیردی صدا میکنن یا حتی ریش خالی. همه اینا رو جواب میدم، البته اگه بی‌احترامی نباشه. خیلی خوشوقتم رایت. اسم کوچکم داره رایت؟ آره جیمز. تو نیروی هوایی سلطنتی خلبانم. اینجا جای یونانی است، برای یونانی رزرو شده. بیا 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 اینجا مال توه. قبلا جای سیمونز بود ولی الان دیگه رفته. آره مرده. مالاریای کوفتی جونشو گرفت. نه اون نبود، اسهال خونی بود. چجوری سر از اینجا در آوردی جیمز؟ اومدیم که به آخرین مقاومت متفقین کمک کنیم. 10 نفر بودیم. از روی قایق تو دریای چین جنوبی پرواز کردیم. بهمون گفتن که فیلیپینی‌ها یه پایگاهی توی شبه جزیره دارن، ولی ظاهراً اطلاعات اشتباه بود. وقتی رسیدیم ژاپنی‌ها تقریباً همه رو پاکسازی کرده بودن. آخرش شد یه ماموریت خودکشی. هواپیما ضربه خورد، مجبور شدم بپرم وسط آب. یه جوری با موجه اومدم اینجا. خب انگلیسی قراره بیان نجاتمون بدن یا نه؟ تو کی هستی؟
گابریل ویلانووا، ارتش ایالات متحده، گروهبان یکم. خوشبختم. منم همینطور. اون نیمه فیلیپینیه، فرستادنش اینجا که مردم محلی تو باتن آموزش بده. درستش باتن؟ همینو گفتم دیگه، باتن. خب نگفتی. انگلیسی هم میاد؟ متاسفانه نه. فکر میکنن من مردم. فکر میکنن که همه مردیم. پس نه. اینجا تو خوابگاه نظم نظامی رعایت میکنیم. هممون قانون داریم. اطلاعات کاریو به اشتراک میذاریم، حتی اطلاعات خاکسپاری. و در ضمن اینجا یه فرمانده هم داریم. چیه؟ فرماندهتون چیه؟ کاپیتان کالینز بین ما بالاترین درجه رو داره. تو خوابگاه ایه. فردا میبینیش. فکر نمی کنم واسه من فردایی در کار باشه رفیق. هر کدوممون ممکنه فردا نه من تا الان 3 نفر از آدمای ایتو رو کشتم، یعنی 3 تا رو میدونه. برای همین مطمئنم که فردا ایتو یه گلوله داره که اسم منو روش نوشته. مگه اینکه کسی راه فراری بلد باشه. مشکل فرار از اردوگاه نیست. این سخته که برگردی و بفهمی جایی برای رفتن نیست. همشون هم برمیگردن و اون موقع است که گیر میافتن. بهتره بری راهپیمایی. راهپیمایی چیه؟ هر کی اونقدر قوی باشه که کار کنه اینجا میمونه. یه باند فرودگاه ساختیم. حالا دارن میگن باید دیوار بسازیم، بقیه هم میفرستن یه اردوگاه دیگه. 60 مایلی شمال اینجا. و خب یه جورایی بهش میگن راهپیمایی مرگ. از این که اردوگاه چی میدونی؟ هیچی؟ خیلی کم. مردا وسط راه از پا در میان. اونایی هم که میرسن خدا میدونه چی سرشون میاد. تا جایی که میدونیم این راه خروج راحت ترینه. فقط دعا کن تمیز سرتو قطع کنن. بعضی وقتا بیشتر از یه ضربه طول میکشه که کارتو تموم کنن. آره باشه، به اون گوش نده. شروع! 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ادامه بدید! 1 2 1 2 1 2 1 2 بیشتر! 1 2 قوی تر وایسا! 1 2 1 2 1 اونجا میدون تایمزه. بجنبید سریعتر! وقتی سرنگ دوم با اردوگاه حرف میزنه اونجا به صفمون میکنن. مبارزه هم همونجا اتفاق میفته. میدون مبارزه اونجاست. 1 2 ایتا آدمای خاطی رو میذاره وسط صحنه. 2 میندازتشون جلوی نگهبانا. به عنوان حریف تمرینی ازشون استفاده میکنه. بیا. بلند شو! زود باش! زود باش! یلا تکون بخور. برو! این افراد در حالی دستگیر شدن که داخل خوابگاهشون آذوقه اضافی داشتن. اونا باید درس عبرت بقیه بشن. بیا جلو.
کرد. مبارزه تا سرحد مرگ. برو اون وسط. استاد، باید همین الان کارشو تموم کنیم. معذرت میخوام استاد. اون فرق داره. چیزایی رو بلده که نباید بلد باشه. برای همینه که میگم اصلا نباید بهش رحم کرد. میخی که بیرون زده باشه کوبیده میشه. بله استاد، درسته. اون به زودی کارش تمومه. تو مشتات سنگ داری؟ کاپیتان. کالینز، کاپیتان، خوشوقتم. کارت واقعا خیلی خفن بود. خوشحالم طرف منی. امروز مهمون منی. ای ریشو، بله. واسه رفیقم نوشیدنی بیار. یه قدم ازت جلوترم. آره. تو خیلی خوبی. معرکه ای. بوم. 2 تا قلوپشو بزنی همه دردات خوب میشن. ببینم پات چی شده؟ حالت خوبه؟ آره، چند ماه پیش ترکش خوردم. باور کن یا نه خوش شانس بودم. تا وقتی بتونم کارامو انجام بدم مشکلی نیست. امیدوارم زنده بمونیم و یه روز دیگه بجنگیم. آره. خوشت اومد؟ لعنت که مزه بنزین میده. دستور پخت خودمه. باید طعم بنزین بده. حالا کجای انگلستانی جیمز؟ تو سری به دنیا آمدم ولی تو هنگ کنگ بزرگ شدم. هنگ کنگ؟ چطوری سر از اونجا داره وردی؟ بابام اونجا کار میکرد. تو نساجی. وقتی هم فوت کرد برگشتم انگلیس. اینا رو هم تو هنگ کنگ یاد گرفتی؟ آره، همین مزخرفات رزمی رو میگم. یه چی تو همین مایه. یکم خوششانس بودم. چند جای مختلف آموزش دیدم. هنگ کنگ، تایلند، حتی ژاپن. من یه چند وقتی از که اینجام. تو این مبارزه ها همه میمیرن. رایت. اینم از این. زود بیارینش.
استاد. برو. تو مبارزه ماهری هستی. کی روشمونو بهت یاد داده؟ ببینم تو ژاپن آموزش دیدی؟ جاهای زیادی آموزش دیدم. تو حرفات گفتی کی بهت یاد داده؟ فنی که زدی کاملا ممنوعه و خودت هم اینو میدونستی. این مال توه؟ آره. ببینم پدرت قهرمان جنگیه؟ آره. بابای منم همینطور. اونو بهم پس بده. شاید دوباره بابا تو ببینه. بابا مرده. پس حتما دوباره میبینیش. خوب بخواب فرمانده، چون فردا تو میمیری. ببرینش. بله قربان. زود باش بریتانیایی، نوبت توه. جیمز، نوشیدنی نمیخوای؟ نه ممنون. بریم تمومش کنیم.
تموم شد. هرچه زودتر برگردین سر کارتون. کسی اینجا آب داره؟ آره ریشو آب بیار. ممنون. الان حتما سر تو حسابی سرت گیج رفته. واسه چی کارشو تموم نکردی؟ آدم ایتو فقط دارن دستوراتش اجرا میکنن. اونا هم مثل خودمون نمیخوان بمیرن. سرا پایین. ببین بیا بریم یه جای خلوت. بیا دفتر من. خیلی خوب. گوش کن. دوام بیار. باشه. حدود یه هفته دیگه قرار پیاده ببرنمونی اردوگاه دیگه. از این جهنم خلاص میشیم. یا یه جهنم بدتر. اگه دووم بیاریم، من که با این زانو دووم نمیارم. یه بیسی میخوای؟ اگه نیرو همون هنوز نزدیک ساحل بشن، شاید بشه باشون ارتباط گرفت. فکر میکنی نمیدونن ما اینجاییم؟ معلومه که میدونن. فقط خودشونو به خطر نمیندازن. ما تلفات جنگیم. تو اون برجه بیسیم بود، درسته؟ بریم یکیشو میاریم. هممون هستیم. خیلی خوب. وقتش شد بگو. خوبه الان. غلطی میکنی عوضی. چی میگی؟ کار میکنید؟ دعوا میخواد داره؟ کش کنم. نشونت میدم. واسه باشه با کی در میفتی عوضی؟ میفهمی چی میگم؟ حکتو خورد میکنم. بکردین کی هستین؟ هرکی جلو بیاد میزنمش. برو عقب. خودتو مرده بدون. ورش کن. بیا اینجا ببینم. هی من اینجا. همینجا. باشه ببخشید باشه. ببخشید باشه. عذر میخوام. تکون نخور. حالا لعنتی. هی تو همونجا وایستا. خیلی خوشگلی. آواسی. ممنون. اومدی نجاتمون بدی؟ سایمو میکنم. گابریل با ما حرف بزن. وایسا. خوبه. حالا
میدونی که فقط با این میتونیم گوش بدیم. به محض اینکه بخوایم سیگنال بفرستیم کارمون تمومه. میدونم. کل خوابگاه رو زیر رو میکنن تا پیداش کنن. اما پیداش نمیکنن. بعدش شکنجهمون میکنن تا پیداش کنن. اون بالا چند تا از اینا وجود داره باشه؟ ممکنه فکر کنن یکیشو جابجا کردن. امیدوارم. من حاضر نیستم تو هیچ راهپیمایی مسخره شرکت کنم. آره میدونم. چیزی داری باش بنویسم؟ آره. خوبه. بلدی صحبت کنی؟ یکم ژاپنی بلدم، حرف میزنم، ولی شنیداریم از گفتاریم قوی تره. منم همینطور. هر چی که شنیدی بنویس، حتی که اون کلمات بی معنی باشن باشه. اشکال نداره یکی از اینا رو بگیرن؟ نه. ای خدا، واقعا فکر میکنی افرادت نزدیکن جیمز؟ ما 130 کیلومتر دریایی از ساحل دور شدیم. چقدر ممکنه دور شده باشه؟ ولی میدونن که شما سقوط کردین. آره خب باید امیدوار باشین. امید چیز خوبیه. به من خبر رسیده که چند نفر به نقاطی از اردوگاه رفتن که کاملا ممنوعه هستش. اشتباه گرفتی رفیق. من نبودم. بیارینش اینجا. من نبودم. من نبودم. من نبودم. باید بگم این تنها شانست برای زنده موندنه. کی؟ گفتم کی؟ اون بود. امیدوارم براتون درس عبرت بشه. هی جانزی، تو هیچی نمیدونی، پس الکی قضاوت نکن. اون بچه اگه راه خروج از حصار را پیدا کردن. من اون پسرها رو نمیشناختم. مزخرف نگو، چند هفته باشون سر مبارزه که بود شرط بندی میکنه. آی ریشو، سرت تو کار خودت بشه. اون بچه اگه راه واسه بیرون رفتن پیدا کردن یا نه؟ جواب بده. باشه، شاید پیدا کردن. باشه، پس باشون رفتی؟ نه، ولی راه بهت گفتن نه؟ یه چیز دیگه ای نمیدونم. اگه راستشو بهم بگی چه اتفاقی میخواد بیفته؟ فکر میکنی من لطف میدم؟ احمق نباش. اگه یه راه واسه فرار پیدا کرده باشن بدون اینکه نگهبان برج ببینتشون، میخوام اونو بدونم. پس بگو. اون بیرون جز جنگلی چی نیست. گفتم فرار از اینجا سخت نیست، فقط یه نقطه کور لازمه و باید چند تا سیمو ببری، همین. کجا؟
همه چیز مرتبه. بریم. خیلی طول کشید، بیش از حد بیرون بودی. خوبه. یه چیزی بگو. خلیج چه شکلی بود؟ تاریک بود. چند تا قایق ماهیگیری اونجا بودن. یه توپ فیلیپینی هم هنوز دود میکرد. اما آمریکایی‌ها نزدیکن. از کجا میدونی؟ زبون نواهو شنیدم. یا خدا، نواهو؟ آره. اوایل ما هم استفادهش میکردیم. شناختنش سخت بود، ولی مطمئن باش که شک ندارم نواهو بود. این ژاپنیا خیلی تلاش کردن بفهمن چی میگیم. تو چجوری فهمیدی؟ نفهمیدم، ولی میدونم چی شنیدم. یه چیز دیگه هم بود. چی؟ یه گلایدر پیدا کردم. آره، چیز عجیبی نیست. چند ماه پیش با همینا توپ و آدم آوردن. عملیات سقوط بود، هیچکی زنده نموند. اما میتونه یه راه ارتباطی باشه، نه؟ اینطور نیست؟ منظورت چیه؟ یعنی راه فراره؟ آخه با گلایدر؟ دیوونه شدی، گلایدره، روش موتور نداره. گوش کن، ما تمرین کردیم درسته؟ با هواپیمای گلایدر کش 3047. حالا بیان جابجاش کنیم. یه خلبان ماهر میتونه اونقدر کم ارتفاع پرواز کنه که وسط پرواز تناب هواپیما رو به گلایدر قلاب کنه. آره، شاید رو باند بشینه، اما نه وسط جنگل. و باندی که ساختیم تقریبا 2 کیلومتر از اینجا فاصله داره. فقط کافی 2 تا ستون بزنیم، 2 طرف تناب. فهمیدی؟ حالا اگه خلبان مستقیم بیاد و تا 45 متر جلوترش درخت و سنگ نباشه، من بهتون قول میدم که اون گلایدر به همین آسونی میره روی هوا. تضمینش میکنم. به نظر بعید میاد. اگه موفق نشیم اوضاع خراب میشه. اوضاع ممکنه خیلی خراب شه، ولی گزینه جایگزین داریم. بمونیم اینجا زیر دسته ای تو، اینجوری دیگه قطعا به فنا میریم. باید یه کاری بکنیم، درسته؟ به نظرم این تنها راهمونه. بهت اعتماد دارم. باشه اینجا. باشه شنیدم چی گفتی. بیا. باشه یه صندلی بیارین. بله قربان.
درباره یه نواهو چی میدونی؟ نواهو؟ آره، زبان سرخپوستی. میدونم که آمریکایی ازش استفاده میکنن. ببینم این زبانو بلدی؟ چرا باید بلد باشم؟ تو ژاپنی بلدی؟ من از زبان آلمانی هم بلدم. منظورت چیه؟ اگه بفهمی دوستای آمریکایی نواهو بلدن پیش من اعتبار پیدا میکنی. هیچ کس نواهو بلد نیست جز اهالی خود نواهو. دلیل استفادهش هم همینه. حتی اگه بلدم باشن چرا باید بخوان که به توی ژاپنیا کمک کنن؟ اینو واقعا نمیفهمم. چون حفظ جون برای هر کس یه انگیزه قویه. حفظ کشورم یه انگیزه قویه. هیچ کدومتون دیگه نه خونتون رو میبینین و نه خانوادتون رو. اگه تو این اردوگاه زنده بمونین باید برین راهپیمایی. اگه توی راهپیمایی زنده بمونین اون طرف جهنم منتظرتونه. پس گمونم دیگه چیزی واسه از دست دادن نداریم، درسته؟ پس همچنان مبارزه میکنین؟ آره که مبارزه میکنم. میتونی سربازا تو یکی یکی بیاری جلوم. منم به همه‌شون آموزش میدم ولی نواها یادشون نمیدم. از این بابت شک نکن. برش گردونین. بله قربان. استاد ببخشید استاد، دستتون خون ریزی داره ولی رایت نداره. هر موقع که بخوام میتونم کار رایتو تموم کنم، ولی الان دغدغه‌ام یه چیز دیگه است. آخه چه دغدغه‌ای؟ از این آدم لعنتی مهمتره. یه حمله تو راهه. آمریکایی‌ها هنوز نزدیکن و تا وقتی رایت اینجا هستش بریتانیایی هم نزدیکن، ولی دارن میان. من نواهو رو کامل نمیفهمم، ولی اگه گوشام درست شنیده باشن یه اتفاقاتی دارم میفته. برو بیرون. اینو گاز بگیر، کمکت میکنه.
بلند شو! از این آشغال باختین بزدلا! چه دستوری میدین استاد؟ استاد! استاد! اونا خوش شانس بودن، ولی چیزی که تو راهه خیلی بدتره. نه 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 تکون نخور لطفاً، تکون نخور. من چند وقت اینجا؟ تقریبا 2 روزه. بهت مورفین زدیم که بتونی بخوابی. چطوری اومدم اینجا؟ افراد ایتو درخواست عجیبیه. معمولا فقط سربازای ژاپنی رو میفرستن اینجا. زخمت داره خوب میشه. نمیدونم چقدر دیگه اینجا میمونی. اسمت چیه؟ ترسا. یه چند وقتی راجبت فکر میکنم ترسا. چرا باید به من فکر کنی؟ تو هم اینجا زندونی؟ مثل ما؟ آره زندانیم، ولی نه مثل شما. شاید باهوش نباشی ولی قوی و جلوی ایتو وای میستی. آره احتمالاً حق با تو باشه. اوه نه لطفا نه. خوبم. یکم به ما بده لطفا. باشه. ممنونم.
چند وقت اینجایی؟ 3 ماه. منو از خانوادم جدا کردن. مجبورم کردن کار کنم. گفتم به ژاپنیا کمک کنم، ولی تو این شرایط نمیتونم با بیماری مقابله کنم. اینجا رو خوب میشناسی؟ اینجا هیچی نیست. دور تا دورش فقط جنگله. هیچ راه فراری هم نیست. ای تو چیزی گفته؟ چیزی شنیدی که شاید بتونه کمک کنه؟ تو بدجوری مشکوک شده. میترسم نذاره زنده از اینجا برم. گوش کن چی میگم. باید چیزی بهت بگم. باشه. داره چی کار میکنی؟ میتونی دیگه استراحت کنی. چه خبر شده؟ اون بیرون نمایش گذاشتن. دارن به افراد دیاد میدن اگه بخوان فرار کنن چه اتفاقی میفته. قدرت داره برمیگرده. آره داره برمیگرده. خوبه. یه چالش دیگه در انتظارته. امشب استراحت کن. برای فردا میرم. آره میدونم. چرا این کارا میکنی؟ چرا داری درمانم میکنی که فردا بتونی بکشی؟ چرا فرمان دراید؟ من فنون بدون سلاح تو دیدم. استادت خوب آموزشت داده. تو باعث افتخارشی. میدونی اگه بهترین افراد تو تا حالا آورده باشی جلوم، مطمئنم برمیگردم خونه. بالاخره مبارزه تموم میشن. بعدش چی؟ تو و من. تو؟ دارن میان. حرفاشون به نواهو رو شنیدم. نمیفهمم چی میگم، ولی میترسم یه کاروان تو را باشه. شما هم باید مثل من بترسین. چرا؟ چون اگه این اتفاق بیفته هیچ کس زنده نمیمونه. حالت چطوره؟ خب میدونی که با توجه به شرایطمون تو حتما میخواد زنده بمونی. آره به نظر همینطوره، مگه نه؟ اما نمیدونم دیوونهش کردم یا فقط سرگرمش میکنم. از این بابت مطمئن نیستم. شاید هم یه ذره از جفتش. بعد از اون نمایشی که داشتی تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. ببینم اینو دیدی؟ چیو؟
خطاب به تمام افسران ارشد ارتش امپراتوری ژاپن. بدانید ارتش ایالات متحده و متحدان شما را مسئول مستقیم هر گونه بدرفتاری با اسرا و غیر نظامی ها خواهند دانست. شما موظفید مطابق قوانین و عرف جنگ با آنها با احترام رفتار کنید. ارتش ایالات متحده مدارکی غیر قابل انکار از بی‌حرمتی و خشونت‌های شما علیه اسرای جنگی آمریکایی و همچنین متحدینش در اختیار دارد که نقض آشکار اصول شرافت نظامی محسوب می شود. از شما انتظار می رود که موقعیت خود را به طور کامل درک کنید. امضا ژنرال داگلاس مکارتور. بده ببینم. دیروز یه هواپیما اومد رد شد. کلی از این اعلامیه ها ریخت پایین. همه جا پخش شدن. ارتشمون میخواد به همه بفهمونه که دارن ما رو میبینن. و اونا رو. خب خبر خوبیه نه؟ مطمئن نیستم خوب باشه. چرا خوب نیست؟ طبق اینی تو الان میدونی که اگه متحدین اردوگاه رو آزاد کنن دهنش سرویس میشه. اگه اون کاروان آمریکایی برسه اینجا احتمالاً میره تو حالت کامیکازی و احتمالاً هممونه با خودش میبره. خدای من. بلاشو اینجا چه غلطی میکنی؟ باید خودم گلایدر رو میدیدم. هنوزم میگی ایده دیوونه واریه؟ آره معلومه که هست. اما اول باید ارتباط بگیریم. گوش کن. به محض اینکه سیگنال بفرستیم ژاپنیا خبردار میشن. تو زبان تاگالوگ بلدی؟ آره بلدم، اما ژاپنیا هم بلدن. اما ناواها بلد نیستن. آره ولی خب تو هم بلد نیستی، درسته؟ بلدی؟ نه ولی یه ایده دارم که مکالمه رو شروع کنیم. زود باش. چی شده؟ حالت خوبه؟ ولش کن، احتمالاً باز چشاش ندیده خورده به چیزی. آره فکر کنم حالش خوب نبوده. سب کن. برای چی؟ الانی که حرف بزنه. سب کن. نطقش باز میشه. خفه شو. من نمیخوام بکشمت. فهمیدی؟ آره. خوبه. برو. بنجامین بیاین اینجا. برو. بلند شین بیدار شین پاشید بلند شید. سرشماری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
دیدنت؟ میچی تو همین مایه. آره بگو چی شد؟ نگران نباشی، نقشه داری. نقشه برای چی؟ صبح که بشه همه چی بهت میگم. عجله کن. بگیرینش. بعدش هر چی شد هیچ کاری نکنی. دیشب چند تا اسیر از خوابگاهشون رفتن بیرون و به نگهبانا حمله کردن. میدونم که اونها تنها نبودن. کار من بود. تو؟ بله، فقط من. تنها به نگهبانای من حمله کردی. قبلا دیدی این کار رو انجام دادم. آدم اشتباهی رو گرفتین. کار من بود. خب شجاعت تو تحسین میکنم رایت، ولی کاپیتان تو در حال حمله به نگهبانا گرفتن. بله. بیا جلو. بیا. بلند شو. بلند شو آشغال. نشونم بده. چی رو نشون بدم؟ حرکت ممنوعه رو. حرکت ممنوعه رو روش اجرا کن، وگرنه نگهبانم اونا میکشن. من یه آدم بی گناه و بی دفاع هرگز نمیکشم. اینجا رو تمیز کنین. آماده شید. شروع کنیم. تمومش کنیم. هی بسه! تمومش کن! بسه دیگه تمومش کن! بلند شو لعنتی! بلند شو! همین حالا! زود باشید برید داخل! باشه ببخشید. ببرینش. به همه اعلام کردم که شکستن قوانین اردوگاه مجازاتش مرگ. میدونی بعدش چی در انتظارته؟ نه؟
ما تو جنگیم. ما اصر جنگیم. یه قوانینی وجود داره. تو اردوگاه من فقط قوانین من اجرا میشن. هیچ کس تو اردوگاه من اقتدارمو به چالش نمیکشه. هر بار که پامو گذاشتم رو اون تشک لعنتی اقتدارتو به چالش کشیدم. یا شاید فقط اینجایی که منو سرگرم کنه. هیچ وقت فکر نکن که از کنترل من خارجی. چرا خودت با هم نمیای روی اون تشک؟ بعد میفهمیم کنترل دستی کیه. آره بجان. ها؟ خودشه. زود باش، یه حرکتی بزن. نگهش داریم. آموزشت اون چیزی نیست که فکر میکردم. یه مبارزه عاقل میدونه نباید وارد نبردی بشه که نمیتونه اونو ببره. بیا همین الان تمومش کنیم. یه کاری کن، یه کاری کن. خیلی ترسوی. از اینجا ببرینش. ببرینش بیرون. بله قربان. ترسوی باستل، خیلی ترسوی. بیا دستمو پانسمان کن. برو جلو. بلند شو، برگرد سر کارت. حالت خوبه؟ چی شد؟ باز امشب انجامش بدیم. امشب؟ میخوای امشب پیام رادیویی بفرستی؟ آره. ریشوی کلمه نواها رو فهمیده که زیاد تکرار میشه. درسته ریشو؟ اتسا معنیش چیه؟ من از کجا بدونم؟ اما اگه این کلمه رو با چند تا کلمه حساب شده از تاگالوگ ترکیب کنیم چی؟ ژاپنی واسه که معنیش رو پیدا کنن دیوونه میشن. امیدوارم تا وقتی میفهمن اتسا هیچ ربطی به پیام نداره منظورمونو به اون طرف رسونده باشیم. گفتم برگرد سر کارت. باشه الان متوجه شدم. فهمیدم. مطمئنی؟ ببین وقتی پیامو بفرستیم دیگه کار تمومه. هم میفهمن بیسیم داریم و هم میفهمن کجا. آره واسه همینی که میخوایم از بالای تپه پیام بفرستیم. اینطوری فکر میکنن کار شورشی هست. ببین تو هر روز داره بیشتر نگران حمله احتمالی میشه. اگه شانس بیاریم این کار دیوونش میکنه. نه جیمز. آره برام بد میشه. خودت گفتی آماده است که بره تو حالت کامیکازی. بذار آروم بمونه. فقط یه چیزی یاد گرفته باشم، اینه که تو مبارزه باید از آدم آروم بیشتر بترسی. بیبریم. یه جایی اون بیرونم. باشه امیدوارم جواب بده. بزن بریم. اتسا اتسا 6 ستاره. اتسا 6 ستاره. اتسا فکر نکنم بفهم. مهم نیست. میفهم از ژاپنی نیستیم. ادامه بده. باشه 6 ستاره. اتسا طلوع آفتاب. اتسا عقاب بال داره. موتور نه، بدون موتور. 4 باید خاموشش. نه باید مکانمون رو بهشون بگیم. بگو 3047. 3047. داریم نقشمون رو لو میدیم.
چجوری قراره بفهمن کجا؟ نور روشن. نور روشن؟ فقط بگو نور روشن. بهش بگو زود باش. نور روشن، نور روشن، نور روشن. عقاب جنگل بدون موتور. دریافت شد. تو برج منور هست. نور روشن، میتونیم ازشون استفاده کنیم. نور روشن باشه. به نظرتون رو میفهمن؟ میفهمن که متحدیم. میفهمن تحت فشار پیام فرستادیم. میتونن جمع بندی کنن. باید همه رو خبر کنیم. زود باش. بقیه کجا؟ زود باش بیسیم قایم کن. زود باش. لعنتی. به جام قایمش کن. یالا زانو بزن. باشه زانو بزن. بله. حالت خوبه؟ آره من خوبم. تو حالت خوبه؟ میتونی خودتو واسط کنی؟ کجاییم؟ نمیدونم. میتونی دستتو باز کنی؟ خودتو واسط کن. ولی باید از اینجا بریم. ترسا تو اینجا چیکار میکنی؟ میخوام آزادت کنم. بیرون چه خبره؟ یکم بعد از این که اسیر شدی به هواپیماهای متفقین رو سرمون پرواز کردن. یه نبرد جدید شروع شده. هواپیما سقوط کرده. این تو دیوونه شده. داره همه رو میکشه. خدای من. باز شد. ماره. تو خوبی؟ آره. شما چند نفره؟ فقط دوتا؟ فقط منم و آنا. اینا رو برات آوردم. شاید لازمت بشن. خدای من تو فوق‌العاده‌ای. چاقو رو بده من. این دست خودت بشه. خب گابریل باید بیستیمو برداریم. باید افرادمون از اردوگاه ببریم. باشه طبق نقشه برو. مارم با خودت میبری دیگه. آره هممون از اینجا میریم. خب بیاییم بریم. زودشین بیان. کمک کنین. پشت سرم باشین. پشت سر من. خدای من همه رو کشتن. کمکم کنین. خدای من. بدبخت شدیم. برجو نگه. زود باشین بجامین. خیلی خوب همینجا وایسه. داری چی کار میکنی؟ نه آروم باش. بهم اعتماد کن. کمک! چی شده؟ خواهش میکنم کمکمون کن. کمک! چی شده؟ کمکمون کن.
گروهبان گابریل ویلانووا هستم از ارتش ایالات متحده. درخواست تخلیه فوری دارم. تمام. دریافت شد. نیاز به هواپیمای گلایدر کش. تکرار میکنم به 3047 نیاز داریم. دنبال منور بگردیم. نور روشن. آخر برو بمیر عوضی بمیر. بلند شو. ممنونم. کشمتش. یالا یالا یالا. هیچ راه فراری نداری. کسی فرار نمیکنه.
زود باش. نه باید بریم. نه بجون باید بریم. بیا. میدی گروهبان گابریل ویلانووا هستم. جواب بدین. تمام. جانسی کمک کن. عامله رو برداره با تمام توانت فروش کن تو زمین. محکمش کن. 347 با اسکورت در راهن. جستجوی عقاب جنگل تمام. دریافت شد. در حال روشن کردن منور. برین عقب. دریافت شد گروهبان ویلانووا. منور رؤیت شد عقاب جنگل. در حال کاهش فاصله برای دید بهتر و برگشت برای تخلیه. تمام. آماده شد. برو. همگی زود برین تو گلایدر. زود باشین. بجم ریشو. همه سوارشین. کماشم کن. حاله آماده ایم. بزن بریم. نقطه تخلیه شناسایی شد. در حال برگشت. همه چک کنید که خودتون رو محکم بسته باشین. محکم همو بگیرین. خیلی خوب ما آماده ایم. سوار گلایدر شدیم. پرواز سختی میشه. به سر پناه بگیرین. نیروهای دشمن دارن به سرعت از سمت غرب نزدیک میشن. میدون رو براتون پاکسازی میکنیم. در حال برگشت برای تخلیه. آماده باشید. آماده باشین. همه سر جاتون. یه چیزی رو محکم بگیرین. عقاب جنگل در حال نزدیک شدن نهایی هستیم. خودشه. آماده برخورد باشین. محکم بشینین. تحمل کنین. محکم بشینین. یا خدا. رفتیم بالا. ما بالاییم. گلایدر دوم آورد. موفق شدیم. خدای من. نجات پیدا کردیم. موفق شدیم. هی بچه ما موفق شدیم. حالت خوبه؟ خوبی؟ همگی حالتون خوبه؟ گروهبان ویلانووا صحبت میکنه. پرواز کردیم. دریافت شد عقاب جنگل. نگران نباشین آفاقا. برمیگردیم. حتما برمیگردیم. برای چی اومدی اینجا؟ اون کجاست؟ بابام پارسال فوت کرد آقای رایت. تسلیت میگم. وایسا.
بریم بیرون. میخوام ببینم. گفتم میخوام ببینم. لطفاً. اگه اصرار داری باشه. نشونم بده. وایسا. نشونم بده. فکر کنم این مال تو باشه. بابام همیشه بهم میگفت یه روزی اون مرد سفید پوست میاد دنبال این.
منتظر دستورات JN25 در حالت آماده باش. منتظر دستورات JN25 در حالت آماده باش.